Ça c'est vrai, je te gagne. سلام برا بچه، چه خبر؟ امروز اومدیم با یه موضوع داغ و جدید که بعد دیدن این ویدیو چندین دقیقه ذهنتون درگیر این ویدیو خواهد شد. نگاه کنید، یه دختر ایرانی به اسم آرمیتا گلاوند که همتون شنیدید در مترو انقلاب اسلامی زیر قطار رفت و کشته شد. حالا 2 سوال به وجود میاد. چجوری کشته شد؟ چه کسانی آن را کشتند؟ خب در جواب اینکه چه کسانی اونو کشتند، توی اینترنت نوشتن که هیچ کس اونو نکشته. این به خاطر مثلا افت فشار خون و این چیزا، مثلا خودش به خاطر کمبود اکسیژن این چیزا خودش میفته و میره. حالا میگه چجوری مرده؟ همین دیگه، جواب اینم میتونیم برای اون سوال بدیم. حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم. نگاه کنید، توی کشور ما همچین مسائلی زیاد. الان یکی از عکس این چند تا این دختر ناکن باره با هم. درسته این دختری بوده که در اثر ریل قطار جان خودشو باخت. حالا من وقتی توی یوتیوب مقداری بیشتر گشتم، یک فیلمی دیدم که الان دیگه در دسترس نیست. یه فیلم دیدم اصلا بهش محل ندادم، ولی الان دنبالش گشتم نتونستم پیداش کنم. یه فیلمی بود که یارو ادعا میکرد که خود مأمورا اونو هل دادن و به سرش به میله برخورد کرد و کشته شد. که این احتمال ممکنه درست باشه یا فیک باشه. نظر با خودتونه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.